خب خروجیمون آماده شد. امیدوارم که با یه دونه استوری بورد چیز جالبی بهمون تحویل داده باشه. اوه اوه واه خیلی خوب، خیلی خوب، خدایی خیلی خوب، خیلی خوب، تمیز بود با یه دونه استوری بورد بدون کاراکتر رفرنس. آره چون 400 درصد خیلی خوب. بچه‌ها خسته نباشید. AI کلاس توی سیدنس. بچه‌ها اینو این پوشه رو من الان براتون ایدراپ میکنم. یه کارتون راحته، فقط کافیه این پوشه رو بدین به کلود. کلود میگه فقط بهم عکس بده، من راحت براتون استوری بوردشو میسازم. آره الان من اینو یه بار دیگه از نظر میدم، اینو میدم راحت. الان میگه فقط عکس بده، لطفاً توضیح صحنه که میخوای و بده تبدیل به استوری بوردش کنم. من رندوم از چیزایی که فرستادین یه دونه اینو میدم، این نوشید جنریت AI عالیه. یه دونه اینو میدم، یه دونه هم به عنوان تست به عنوان مدل رندوم ایشونو میدم. خب چی بنویسم؟ بنویسیم مثلا رژ لبو بذاره زمین، اون نوشیدنی بخوره جای رژ لبو بمونه مدل دختر را بدون رژ لبی که تو دستشه در رستورانی شیک، خوبه؟ شیک در حال نوشیدن این نوشیدنی و حس خوب بساز. خب الان اینجا یه پرامپتی میده که من دوتا عکس رو ببرم توی اینو دوتا عکس و پرامپت رو تو چت جی پی تی ایمیج 2 ببرم، راحت به من یه استوری بورد میده. من جدیدن نظرم چت جی پی تی ایمیج 2 بیشتر. هنوز نانو پرو طرفدار خودش داره ولی چت جی پی تی ایمیج 2 به نظر من در کل نمره بهتری. این پرامپتشو داد به ما الان. خب من این پرامپت رو اینجا کپی میکنم. اصلا فریم به فریم برام نوشته. خب این پرامپت رو کپی میکنم میبرم اینجا، دوباره اون رفرنس عکس‌ها رو میدم و تمام. کمکم کنین عکس‌ها رو پیدا کنم. اولی تو دانلود زود. خروجی این میشه یه استوری بورد باحال که میتونیم باهاش بدیم به سیدنس 2 یا چیزای دیگه، ابزارهای دیگه، و راحت با این استوری بورد ازش یه خروجی دریافت کنیم. به همین راحتی. من این فایل رو براتون ایدراپ میکنم، این فایل آماده‌ای که دادیم به کلود و خودش واسهتون استوری بورد رو آماده کرد. برای کی ایدراپ کنم؟ خب خروجیمون رو گرفت، بفرمایید. خیلی هم جالب شد. خیلی خوب شد. خیلی خوب شد. تموم شد. یه رستوران بسیار شیک و پردازی بسیار، دو تا عکس دادی، یه فایل آپلود کردی داخل کلودت، تموم. به همین راحتی. میخواید جنریت ویدیو کنیم؟ خب من بچه یه تست اینو میخوایم تست کنیم. خوبه؟ تست بزنیم. خب الان عکس رو ساختیم، استوری بورد شد. تستش بنویسیم که حالا مخصوص سیدنس 2 آره میشه. بیا الان اسلش سیدنس 2 رو نوشتم، میخوای اسلش بزنم. ببین آخه دارم میرم الان اینجوری بنویسم، یعنی سیدنس دایرکتور میشه به نظرم. میشه. سوال ازم بپرسم، پلانی که میخواد کات میخوره میخواد بره داخل سالن، خب قبلش رو خب به عنوان ان فریم میتونم اولین فریمش رو به عنوان ان فریم بردارم. خب در مورد چی سیدنس داری صحبت می‌کنی یا سینما استودیو؟ نه در مورد کلینگ صحبت می‌کنم. کلینگ 3 خب یه استارت ان فریم بزنم که از روی صندلی که نشستی که ازش عکس دارم بلند میشه و میاد به اون ورودیه میرسه. استارت ان یه باری بگو. ببین من الان اینجا یه پلانی داشتی. بذار داریا من ذهنم روی اینه. یه لحظه من اینو چیز کنم. یه لحظه
پس نوشتم حالا مخصوص سیدنس دایرکتور، اینو من اسکیلشو داشتم دیگه، اسکیلش هم بهتون دادم. سیدنس دایرکتور پرامپت بساز. حالا مخصوص دقیقاً همون استوری بوردو سیدنس پرامپت اونو داده. چند ثانیه داده؟ 10 ثانیه. من 480 میگیرم که خیلی چیز نشه. پس حالا مخصوص سیدنس دایرکتور که ما اینو اسکیلشو بهتون دادیم، گفتیم پرامپت بساز. الان ما استوری بورد رو داریم، پرامپت هم داریم. کپی میکنم میام اینجا تو قسمت سیدنس فست هم هست، ارزون تره دیگه و خب شاید کوالیتیش به نسبت پایین‌تر باشه. من عکسی که میام تو قسمت ایمیج جنریشنم این عکس‌ها رو از قبل اینجا داره چون همینجا جنریت کردم توی بخش ایمیج ایکس فیت. اینو میزنم چک بکنه. بعد بچه‌ها یه چیزی رو بدون، بعضی موقع کپی رایت اینجا میخوره. مثلا من بسمن داده بودم اینجا کپی رایت خورد، نمیذاره که اد بکنم. الان داره چک میکنه چون کپی رایت نداره، احتمال 99% اوکیه، الیجیبله. میذاریم اینجا، پرامپت هم پیست میکنیم. گفتم بنویس همون فضا رو برام نوشت، همون فضا رو که یه دختر توی رستوران لاکچری داره نوشیدنی رو میکنه. آره اصلا 480 میکنم. آخه ببین یه چیزی بچه یادتون باشه، پرامپتی که دادم چیزها مخصوص 10 ثانیه است. اگه می‌خواستم کمتر بدم بهتره. الان من اینجوری بکنم من فکر نکنم مشکل عجیبی پیش میاد، ولی طبق پرامپت ریتمش به هم میخوره. خب خروجیمون آماده شد. امیدوارم که با یه دونه استوری بورد چیز جالبی بهمون تحویل داده باشه. اوه واه خیلی خوب، خیلی خوب، خدایی خیلی خوب، خیلی خوب، تمیز بود با یه دونه استوری بورد بدون کاراکتر رفرنس. 24. آره چون 480 داد. خیلی خوب بچه‌ها، السلام. آره بچه‌ها شما مثلا اینو چشم بزن، اینجا جای خالیه، چی میتونستی تعیین کنی؟ کاراکتر رفرنس بزنی، نمیدونم اینجا المنت بازم بذاری. بعد میتونی هر چند تا خواستی بهش بدی. حتی من الان دارم فکر میکنم بعد شاید تو المنت ها یه جای خالی میذاشتم، تو یکی از عکسام این محصوله رو اد میکردم. ولی خوب انداخته همونه. خودشون خواهش میکنم.